این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیبی خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشانند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا همون طایفه های هستند که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن.